شرکت انرژی چینی دانگفنگ الکتریک با راه اندازی بزرگترین و قدرتمندترین توربین بادی فراساحلی جهان رکورد جدیدی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر به ثبت رسانده است. این نیروگاه بادی با توان تولید 26 مگاوات رکورد قبلی یعنی توربین 21.5 مگاواتی شرکت زیمنس گیمسارا در دانمارک پشت سر گذاشته است. نکته قابل توجه سرعت بی‌سابقه نصب این نمونه اولیه در یک مرکز آموزشگاهی و صدور گواهی در سواحل استان فوجیان چین شده است که تنها در عرض چند هفته تکمیل شده است. عملیات نصب این غول انرژی از اوایل ماه آگوست 2025 با تحویل ناسل، محفظه موتور و 3 پره عظیم روتر آن آغاز شده است. ناسل این توربین که احتمالاً سنگین‌ترین نمونه در جهان است، در ارتفاع 185 متری از سطح دریا نصب شده است. هر یک از پره‌های روتر طولی برابر با 153 متر دارند که در مجموع قطر این توربین را با گسترده‌ای بیش از 310 متر تشکیل می‌دهد. این توربین که با فعالیت در شرایط فراساحلی و سرعت باد بالای 8 متر بر ثانیه طراحی شده، قادر است در برابر طوفان‌هایی با سرعت حداکثر 200 کیلومتر بر ساعت مقاومت کند. شرکت دانگفنگ الکتریک وعده داده است که این توربین در شرایطی با سرعت باد متوسط 10 متر بر ثانیه سالانه 100 مگاوات ساعت برق تولید خواهد کرد. این میزان انرژی برای تامین برق سالانه 55,000 خانواده کافی خواهد که از برآورد اولیه 40,000 خانواده نیز فراتر رفته است. از منظر زیست محیطی این پروژه عظیم از انتشار سالانه 80,000 تن دی اکسید کربن جلوگیری کرده و نیاز به سوزاندن حدود 30,000 تن زغال سنگ را از بین میبرد. در حال حاضر این نمونه اولیه وارد مرحله آزمایش‌های عملی شده تا عملکرد یکپارچه تمام اجزای آن در شرایط استفاده مداوم و علائم فرسودگی احتمالی مورد ارزیابی قرار بگیرد. این پروژه نشان دهنده استراتژی چین برای تمرکز بر ساخت توربین‌های بزرگتر است. این رویکرد نه تنها به دلیل تولید انرژی بیشتر در دریاهای پرباد، بلکه به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر در ساخت یک توربین بزرگ به جای چندین توربین کوچکتر اتخاذ شده است. چین با این استراتژی توانسته است هزینه تولید توربین‌های فراساحلی خود را به کمتر از نصف هزینه تولید در بریتانیا، دومین بازار بزرگ این صنعت، کاهش دهد و مزیت رقابتی قابل توجهی نیز کسب کند. حالا فکر کنید یه همچین چیزی رو توی ساوه نصب بکنن. بادای شهید ساوه رو نداره. البته من اینو دارم شوخی میکنم. خیلی جاهای ایران هست وزش‌های بادی بیشتر از این داره. اینا مهم نیست. اگر تا اینجا اومدید یعنی دارین با این سبک محتوا حال میکنید. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و برای حمایتم لایک کنید و برام کامنت بذارید. سپاسگزارم.